نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، آن دسته از برادران و خواهران عزیزی که از نعمت خواندن قرآن محروم هستند. خیلی از برادران و خواهران عزیزم هستند و آدم‌های مسن که توفیق یاد گرفتن قرآن را نیافتند. این دسته از عزیزان در ماه مبارک رمضان چیکار کنند؟ برای خیلی شاید سوال پیش بیاد، اون کسانی که قرآن بلد نیستند، رمضان ماه قرآنه، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ماه قرآنه. رمضان ماهی است که در آن در کنار همه عبادت ها قرآن جایگاه ویژه‌ای داره. کسانی که قرآن بلدن، تلاوت قرآن میدانند، باید تا میتوانند در این ماه قرآن بخوانند، چه در نمازهایشان و چه در بقیه اوقات، چون این ماه واقعا ماه قرآنه. اگر کسی واقعا در این ماه مبارک رمضان از خواندن قرآن محروم بشه، نتونه قرآن را بخواند، به قرآن خواندن اهمیت ندهد، هرگز در هیچ روزی از روزهای بقیه ماها نمیتواند که قرآن را بخواند. چون در این ماه مبارک فضای ایمانی جوری است که انسان میل و رغبت بیشتری به کارهای خیر دارد و این طبیعی است، چون الله سبحانه و تعالی در ماه رمضان برکتی انداخته. در اوقات رمضان، در این اوقات گرانبها برکتی انداخته است که انسان میل و سعادت انجام دادن اعمال خیر بیشتر نصیبش می شود. چون این ماه شیاطین سرکش به زنجیر کشیده شدند. اون شیاطینی که انسان را از اعمال نیک باز می دارد، شیاطین بزرگ و سرکش، الله سبحانه و تعالی به خاطری که عبادتگزاران و نمازگزاران و روزداران با خیال راحت به عبادت خود مشغول بشوند، الله سبحانه و تعالی به آنها این فرصت را داده و شیاطین سرکش را به زنجیر کشیده تا نتوانند مانع عبادت نمازگزاران و روزداران و بندگان الله بشوند. پس در این ماه شایسته است که ما بیشتر قرآن بخوانیم، اوقات خودمان را بیشتر به قرآن اختصاص بدهیم. برادران و خواهران عزیز، سعی کنیم اوقات خودمان را بیشتر به قرآن خوندن اختصاص بدهیم. به یک جز، دو جز، سه جز در روز اکتفا نکنیم. برادران و خواهران عزیز، سعی کنیم کسانی که میتوانند، اما آن دسته از برادران و خواهران عزیزی که سواد خواندن و نوشتن ندارند، اونها آیا باید حسرت بخورن، هیچ کاری نکنن، عمرشون سپری بشه، رمضان سپری بشه و آنها از ماه مبارک رمضان استفاده درست نکنن؟ اینجوری نیست. برادران و خواهران عزیز، برای شما هم فرصت هایی است. اون دسته از برادران و خواهران عزیزی که سواد ندارن یا قرآن خوندن بلد نیستن، قبل از هر چیز هر مسلمانی باید سوره فاتحه را از بر داشته باشد، وگرنه بدون سوره فاتحه که نماز درست نمیشه. پس سوره فاتحه را همه بلدن، چه با سواد چه بی سواد، باید سوره فاتحه بلد باشه. و کمترین سوره‌ای که هر مسلمانی سوره کوچکی که بلد هست سوره قل هو الله احد است. حالا من روی همین دو سوره مانور میدهم. برادران و خواهران عزیز 100% این دو سوره را حفظ هستند. اون دسته از برادران و خواهران عزیزی که سواد ندارن، قرآن بلد نیستن، حداقل این دو سوره را حفظ هستند. پس من روی این دو سوره تمرکز میکنم تا میتوانید این سوره ها را تکرار بکنید در طول روز. سوره الحمد بخوان 10 بار، 20 بار، 30 بار، 40 بار، 50 بار، 100 بار تکرار بکن. خب این الحمد یک سوره با برکتی است، خیلی فضیلت داره. از بی بسم الله تا نون ولضالین آمین، هر حرفش برای شما صدها حسنه نوشته میشه. اینو تکرار میکنی، هر باری که بگی بسم الله الرحمن الرحیم 190 حسنه تا 1900 تا هرچه الله خودش بخواد شما ثواب حاصل میکنید. الحمدلله، الحمد الف لام حی
ه میم دال. خب این 4-5 حرف، هر حرفش پیامبر صلی الله علیه و فرموده 10 حسنه و حسنه در رمضان 100 برابر 700 برابر 700,000 برابر میشه. شما تا آخر سوره فاتحه هزاران حرف دارین تکرار میکنید. در طول روز اگر 100 بار سوره فاتحه بخونید میلیون ها میلیاردها حسنه کسب میکنید. سوره قل هو الله احد پیامبر صلی الله علیه و فرموده تعدل ثلث القرآن، برابر با 1/3 قرآن است. درست از 1/3 قرآن، یعنی اینجا معناش یعنی چون 1/3 قرآن درباره توحید و صفات الله صحبت میکنه و سوره فاتحه هم سوره اخلاص و قل هو الله احد از صفات الله داره صحبت میکنه. سوره بزرگیه، خیلی فضیلت داره. 3 بار بخونید ثواب 1 ختم قرآن دارید، ثواب ختم قرآن دارید. اگر شما 10 بار بخونید 1 قصری در جنت برای شما بنا میشه. حدیث پیامبر صلی الله علیه و است کسی 10 بار سوره فاتحه بخواند در جنت براش قصری درست میشه. الله سبحانه و تعالی برای شما 1 قصری در جنت درست میکنه. اگر در روزی 100 بار قل هو الله بخونید، شما تصور بکنید روزی 100 بار قل هو الله احد را کامل بخونید، یعنی روزی 10 تا قصر دارید در جنت. 30 روز رمضان 300 تا قصر در جنت حاصل میکنید و ثواب تقریبا روزی 33 ختم تقریبا 1000 ختم قرآن حاصل میکنید ان شاء الله. میشه برادران و خواهران عزیزی که سواد خواندن نوشتن ندارن، قرآن بلد نیستن، این سوره ها را تکرار بکنن در طول روز 100 بار 200 بار 1000 بار، هر چی دلت میخواد رو جا نمازت بنشین، بعد از نمازت راه همینجوری داری میری بخون قل هو الله. حتی اونایی که قرآن بلدن تکرار بکنن. سوره قل هو الله احد یک سوره بزرگیه، فضیلت داره، تکرار بکنن بخونن و در کنار آن ذکر الله زیاد بکنن. سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، لا حول ولا قوة الا بالله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظیم. همین استغفر الله العظیم، صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. در کنار آن هم این ذکرها تکرار بکن. پس برادر و خواهر عزیز مسلمانی که سواد خواندن ندارن یا قرآن بلد نیستن خودشون محروم نکنن، بیکار ننشینن. این ماه اینقدر ارزش داره که ثانیه هاش از دنیا و مافیا ارزش بیشتره. نگذارید 1 لحظه از عمر شما، 1 ثانیه از عمر ما در این ماه به هدر نره. اینقدر باید حریص باشیم، 1 ثانیه‌ش هم هدر نره.